салом тамошобинони азиз ва шунавандагони гиромии радиои паём. дар барномаи таҳлилӣ ва сиёсии дидгоҳ Шавкати Муҳаммад бо шумо ҳастам. дар барномаи имрӯза омодагии ҳукумати Тоҷикистонро ба зимистони имсол рӯи тарозу мегузорем. даъвоҳои ҳукумат ки мегуфт захираи дусолаи хӯрокаю сӯзишворӣ дорад, барқ лимит намешавад, истеҳсолоти кишвар афзуда аст ва ҳоказоро با استفاده از آمارهای رسمی و رسانه‌ای شده تحلیل میکنیم که تا چه اندازه حکومت نزد مردم صادق است یا مردم را به بزک نمور باز فصل بهار میرسد فریب میکند. چند روز آخر در سراسر کشور بجز شهرهای کلان لیمیت برق جاری شده است. مردم از ساعت 8 صبح تا ساعت 17 و در برخی نواحی تا ساعت 18 برق ندارند. مسئولین ساحه میگویند سبب قطع روزانه برق کارهای پروفیلاکتیکی بوده، به زودی برق رسانی به اهالی برقرار می شود. دو روز قبل مسئولین سبب قطع برق به خانه ها را تعمیر جاری در خطهای انتقال و پایگاه های برق رسان گفته بودند. حالا اعلان کردند که سبب تعمیر چرخه های نیروگاه برق آبی نارک است که به زودی به انجام می رسد و مردم شبانه روزی به برق تامین می شوند. تابستان هم انیق‌ترش ماه اوگوست انتقال برق به خانه های مردم در ناحیه ها قطع شده بود و مسئولین آن را به کمشوی سطح آب در آبانبارها نسبت داده بودند. بنابراین کمشوی ورودی آب به آبانبارهای کشور انتقال برق به خارج هم قریب 2 برابر کمتر گردید. حالا زمانی که سردی ها فرا می رسند و قیمت هیزم و انگشت و حتی تپک بالا رفته است، مقامات هم به تعمیر چرخه های نیروگاه شروع کردند و کشور دوباره وارد موسمی بی‌برقی گشته است. همه را میمانند، به تابستانش خام می روند. زمستان وقت سردی رسید اینها به تعمیر چرخه و به تعمیر سیمچوب ها می پردازند. به تابستانش در هوای گرم شما چی علف می خورید؟ چی کار میکنید؟ یا مثل خرس، شما خرس که زمستان خواب میکند و بهار بیدار می شود، شما برعکس بهار می خوابید و زمستان بیدار می شوید؟ چیکار میکردید در موسم گرما؟ حالا موسم سردی رسیده است. اکنون شما بیدار شده اید، اکنون دیده اید که چرخه ها و ایران و ولنگار، سیمچوب ها و ایران و ولنگار، همه همین در حال است که بعد 4 وعده در 2 سال آینده برهم دادن لیمیت برق در کشور، امامعلی رحمان بالاخره سال 2016 اعلان کرد که دیگر لیمیت برق به افسانه مبدل شد. 4 سال پیش بعد 4 وعده پی در پیش، حالا این افسانه مبدل شد. سال 2009 هم بود. چند بار وعده کرد بیچاره، نشد که نشد. حالا باز نیروگاه برقی آبی راغون دویم چرخه‌اش به کار در آمده است. تاجیکستان برق ندارد. چیکار میکنید؟ میگویند چرخه ریموند میکنیم، چرخه تعمیر میکنیم، سیمچوب تعمیر میکنیم. البته تامین برق درست است به بارشات و سطح آب دریاها و مسائل تکنیکی بستگی دارد و باید این مسائل به نظر گرفته شوند. اما قبل از رسانه ها و مردم این مسئله را باید رئیس جمهور و مسئولین ساحه قبل از آن که وعده افسانه شدن لیمیت برق را دهند باید به نظر می گرفتند. همین طور آخر اول خود را چین کنید، به ترازو مانید، چقدر زورتان می رسد همین قدر وعده دهید. مردم را اینقدر امیدوار نکنید. ما میدونیم بیشتری وعده های رئیس جمهوری تاجیکستان همین طور وعده باقی میمانند و رئیس جمهور هم نگله وعده قبلا دادهش را بعد انجام مهلتش دوباره تکرار میکند. بعد 2 سال وعده میدهد، میگوید بعد از 2 سال لیمیت برق را به افسانه تبدیل میدهیم.
2 سال تمام می شود با وعده را ابنویت می کند. حالا در تاجیکستان یک لطیفه برآمده است که رئیس جمهور می گوید وعده می دهم که وعده های داده ام را باز وعده می دهم. لیمیت برق حالا زمان جاری شده است که در ناحیه های کوهستان سردی ها فرا رسیدند. حالا در چند ناحیه های کوهستان برف بریده است و مردم نیاز به گرم کردن خانه ها دارد. در همین حال حالا برق را یک طرف مانید، قیمت انگشت با صورت رو به بالاست. حتی نرخ تپک که بخش از مردم چون سوزشواری استفاده می کنند 2 تا 3 برابر بالا رفته است. نرخ تپک. اگر حتی مسئولین راست می گویند و زمستان لیمیت برق در کشور جاری نخواهد شد، به نظر می رسد زمستان سخت مردم کشور را انتظار است. هر سال برابر فرا رسیدن بهار در مجلس های حکومت مسئله آمادگی به زمستان آینده به بررسی گرفته می شوند. امسال هم هنوز آخری ماه مارس و اول اپریل امام علی رحمان در جلسه های حکومتی مسئولین را به آمادگی به زمستان امر کرده بود. اگر تماشابینان گرامی در خاطر دارید، این امر امام علی رحمان محض در زمانی بود که کرونا ویروس با سرعت در کشور پهن می شد و مردم و رسانه ها بانگ خطر می زدند. اما حکومت کرونا ویروس را نادیده می گرفت. با جای بررسی مسئله کرونا ویروس، حکومت بحث آمادگی به زمستان را به میان گذاشته بود. گویا گفته روزها کنکریت نه اینها به زمستان آمادگی خود را میبینند که همه انبارها، همه خزینه ها پر از خوراکی و پر از محصولات کشاورزی می شود، پر از آرد و روغن می شود و در زمستان هیچ یگان کمبودی نمی ماند. در این مجلس های حکومتی که با رهبری رئیس جمهور امام علی رحمان برگزار می شود و خودش بیشتری فرمان ها را می دهد، مقامات اجرایی ولایت و شهر و ناحیه های کشور، اگنتی ذخیره های مادی دولتی و تاجیک مطلوبات وظیفه دار می شوند که با مقصد تامین طلبات اهالی و تشکیلات کارخانه ها با انگشت، گاز مایع، سوزشواری دیزلی و هیزم، ذخیره محصولات نامبرده را همه این را تامین کنند. ولی مثل همه قرار و فرمانهای حکومت اینش هم روی کاغذ میماند یا از آن گروه به نفع خود استفاده می کند. یا از همین کاغذ بیرون نمی براید یا ذخیره هم شد، محض یک گروه مخصوص از همین چیز استفاده می کند، خلاص مردم از این بی بهره می ماند. حالا دقت دید تماشابینان گرامی، استخراج انگشت در تاجیکستان که دارای ذخیره بزرگ می باشد، بیش از 2 میلیون تن در یک سال را تشکیل می دهد. حالا همین سال حکومت دعوا دارد که بیش از 2 میلیون تن انگشت استخراج کرده است. خود همین سال در سال 2020 با وجود دعواها و امر و فرمانهای زیاد حکومت درباره تامین اهالی به این نوع سوزشواری یعنی انگشت، هنوز راه درست رسانیدن انگشت به اهالی ایجاد نشده است و کمترین سهم یا کوشش دولت در تامین اهالی به سوزشواری استحصالی وطنی مشاهده نمی شود. موافق معلومات پیشنهاد نموده سردار ریاست انگشت وزارت صنعت و تکنولوژی های نو جمهوری تاجیکستان سید رحمان زاده، نرخ 1 تن انگشت در همه کارخانه های استخراج انگشت جمهوری به حساب میانه از 108 سامان و 60 درم
تا 458 سومون و 59 درم را تشکیل می دهد. نرخی از همه گران انگشت در جمعیت سهامی کشاده انگشت کمراب، انگشت خاکه، نرخش 354 سومونی و 55 درم برای 1 تن. انگشت آمیخته 407 سومونی و 10 درم و انگشت بدون خاکه 614 سومونی و 13 درم است. و از همه ارزان، انگشت ارزان در جمعیت دارای مسئولیت محدود قدرت 2010 108 سومونی و 60 درم است. انگشت بدون خاکه. انگشت کارخانه فرعی شخته فان یغناب ناحیه عینی که قسم زیاد اهالی اصلا از آن استفاده میبرند، متناسباً 290 310 و 320 سومونی برای 1 تن نرخ گذاری شده است. دیده شده؟ در صورت تأسیس یک سیستم مرکزانیده شده تامین اهالی با انگشت، تمام اهالی کشور را میشد با قیمت نه بیشتر از 400 سومونی برای 1 تن با انگشت تامین کرد. اما این سیستم وجود ندارد و هر سال در آغاز زمستان مسئله نرخ انگشت رو میزند و اهالی از گرانی آن شکایت میکند. همین روزها قیمت این نمود سوزشواری نه کمتر از 800 سومونی برای 1 تن را تشکیل میدهد. یعنی 1 تن انگشت در کشور از 800 سومونی کم نیست. یعنی 2 برابر از آن قیمتی که دولت میتوانست اهالی را تامین نماید و درآمدی هم از فروش آن داشته باشد. اگنتی ذخیره های مادی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اتحادیه تاجیک مطلوبات وظیفه دارند که مواد خوراکه و سوخت از جمله انگشت ذخیره کنند و اهالی را با نرخ ارزان تامین نمایند. اکنون تماشابینان گرامی، هموطنان عزیز، آیا این دو نهاد ذخیره‌گر فرمانهای حکومت را اجرا میکنند و ذخیره دارند؟ یگان کس خبر دارد که همین دو نهاد در کجای یگان ذخیره دارند؟ یادتان باشد، اگر تماشابینان گرامی به خاطر دارید، وقت ماه مارت در تاجیکستان واهمه امکان شروع گرسنگی سر زد و مردم به بازارها ریختند، گریبان قپک سر شد تا مواد خوراکه ذخیره کنند، مقامات اعلان کردند که ذخیره 2 ساله تمام مواد ضروریاتی اولیه خوراکواری را دارند و می توانند اهالی را با آن تامین کنند. ذخیره 2 ساله حکومت تاجیکستان داشته است. یگان کشور دنیا این گونه اعلان نکرده بود، این گونه دعوا نداشت. تنها تاجیکستان گفت که من ذخیره 2 ساله دارم برای مردمم. ذخیره 2 ساله ضروریات های اولیه و خوراکه. اما همگی دوام 1 هفته معلوم شد که مقامات یا دروغ میگویند یا از این وضعی به عمل آمده به نفع یک گروه تاجران استفاده میکنند. مقامات و همچنین اگنتی ذخیره های مادی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اتحادیه تاجیک مطلوبات نتوانستند قیمت تنها آرد را نگاه دارند. نه فقط دیگر نمود خوراکه ها، اقلا آرد را نتوانستند نرخش را نگاه دارند و آن در 1 هفته 20% گران شد. یعنی یا این دو نهاد هیچ ذخیره آرد نداشتند یا آن را به همان قیمتی بالا رفته به فروش گذاشتند. اکنون باید دانسته شود که اصل قضیه چیست؟ حالا تاجیکستان در چه احوال است؟ طبق اطلاعی که ما داریم،
حکومت با وجود امر و فرمانهای زیادش درباره ذخیره مواد ضروری خوراک و سوخت هیچگاه این دو نهاد را با همان مقدار مبلغی که برای این ذخیره ها ضرور است تامین نکرده است و تامین نمی کند. بالاترین سطح تامین این نهادها با مبلغ از طرف حکومت هیچگاه بیشتر از 30% نبودند. مبلغی که از بودجه برای ذخیره خوراکواری جدا می شود 70%ش غیر مقصدناک استفاده می شود. ماکسیموم حد اکثر برای این مقصد برای مقصد ذخیره پول گذرد از 30% نمی گذرد. در همین حال همان مبلغ جدا شده برای ذخیره ها هم با چند راه غارت و گردش داده می شوند. یعنی همون 30% مبلغی که از بودجه برای ذخیره خوراکواری و مالهای طلباتی نیاز اولیه جدا می شوند با چند راه غارت می شوند یا بیزنس می شوند، تجارت گردش داده می شوند. یکی از آن راه ها این است که یک قسم این مبلغ ها را با زیاد نشان دادن قیمت محصولات ذخیره شونده می دزدند. پیاز را به 50 درم خریدند 70 درم می نویسند. در هر یک کیلو 20 درمی برای ذخیره یک قشلاق یا یک دهنه، برای ذخیره یک آیله نه، یک ناحیه نه، یک ولایت نه، برای ذخیره جمهوری اگر از کیلوی پیاز 20 درمی دزدیده شود چقدر می شود؟ انا دزدی کلان. دیگه نمودش این است که قسم دیگری این بودجه جدا شده را با بهانه پوسیدن محصولات ذخیره شده سپیست میکنند. میدونید ها چه خیلی سپیست میکنند؟ از میبرورند. مثلا در روی خط نشان داده شده است که فلان 100 تن کارتوشکا ذخیره شده است. بعد از 2 ماهش پول در کار می شود. به این دزدها یک قسم معینی این کارتوشکا را میبرند میفروشند و پوسیده شده می نویسند. 200 تن 200,000 تن میبرند میفروشند. به طور مثال میگن که انا همین قدر کارتوشکا پوسیده شد و این مبلغ را به کیسه های خود میزنند. این گداها از دهان مردم، از دهان یتیم، یسیر، بیوه، بیچاره کنده گرفته به کیسه خود میزنند، حالی که این مردم هم با مبلغ خودش میخرد، فقط از بازار دریافت میکند، مییابد این مال را، این محصولات را. چیزی دیگر این است که محصولات ذخیره شده تنها در صورتی به وجود آمدن بحران برای چند روز و در حجم محدودی به بازارها برآورده می شوند. فقط در یک مهلت معین. چیزی دیگر قسمت اساسی محصولات ذخیره شده تنها بعد بالا رفتن قیمتها به بازارها برآورده و فروخته می شوند. فایده به دست آمده از فروش این محصولات به کیسه چند نفر می رود، نه به صورت حساب این دو نهاد. همین طور انگشت هم که از طرف این دو نهاد ذخیره کرده می شود بعد بالا رفتن قیمت آن به بازارها برآورده و با قیمت خیلی گرانتر از آن چه باید به مردم فروخته شود به سودا می رود. خلاصه این دو نهادی که وظیفه اساسیشان تأمین مردم با محصولات ضروریاتی اولیه خوراکواری و مواد سوخت است، از طرف یک گروه و با پول بودجه یعنی خود مردم برای گرفتن درآمد استفاده می شود. تمام، دیگر هیچ. تماشاچیان گرامی، اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام نت پیگیری کنید. لطفاً مشترک شدن به کانال یوتیوبی ما و نوشتن نظر خود درباره نوار را فراموش نکنید.
پخش تگمه معقول شده را نیز لطفاً دریغ ندارید. و همچنین پخش تگمه زنگوله به شما امکان می‌دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال باخبر شوید. در پناه الله بمانید. خیر تا روز دیگر. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net